در دوره فستیوال جمهوریوی هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان نمایش فروش کتاب‌های بچگانه نشریات و مطبعه‌های دولتی و خصوصی که با چاپ کتاب‌های بچگانه مشغول بودند اشتراک کردند. نمایش مذکور با تشبث وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان دایر شد. در چاره‌بینی کتاب‌های بچگانه، نمایش فروش کتاب و روزنامه و مجله‌های تازه نشر به نمایش گذاشته شد. از این نمایشگاه که در آن اکثرا ادبیات کودکانه به معرض دید گذاشته شده بود، اینچنین مهمانان واخوری هفتم راهبران مقامات عالی اودیت دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای بازدید کردند. سال جاری از این فستیوال در یک سطح خیلی بلند تشکیل و ایجادی تشکیل شده. در دوره اون سمینارها، همایش‌ها، چاره‌بینی زیاد دایر گردیدند و اصلا مهم که ما چند پیش در دوره فستیوال یک همایش رو با اشتراک مؤسسه‌های نشریه وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، عالمان ساحه، کامپوزیتوران، ادیبان وابسته به معین نموده سمت‌های منبع رشد ادبیات بچگانه یک همایش خیلی جالب برگزار گردید. هدف اساسی برگزاری فستیوال این جلب نسل نورس به مطالعه کتاب، تشکل و تکامل بهترین ملکه‌های خوانش، باز هم بالا برداشتن سطح فرهنگ اطلاعاتی کودکان و نورسان جوانان و به این وسیله در ضمیر آنها تربیت نمودن حس افتخار ملی، وطن دوستی، گرامی داشت ارزش‌های ملی و عمومی بشری میباشد. ادبیات کودکان از جنبه‌های مهمترین است که به انسان کمک نموده تعلیم می‌دهد و جهانبینی نورسان را وسیع‌تر می‌کند. از قدیم الایام ملت تاجیک و مردم تاجیک همیشه کتاب دوست و کتابخوان بودند و همین بود که زیر بالش فرزندان خود مادران بزرگ ما و شما کتاب می‌گذاشتند به خاطر با علم، مدنیت و معرفت بلند انسانی به وای رسیدن فرزندان خویش. و باید ذکر کنم که فستیوال هفته کتاب کودکان و نورسان را وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان همه ساله برگزار می‌کند و مؤسسه‌های نشریوی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان آثار چاپی خود را برای نسل نورس و جوان پیشنهاد می‌کنند. توجه خاصی رهبریت عالی سیاسی تاجیکستان به جوانان بیانگر آن است که آنها قشر فعال جامعه محسوب یافته در تطبیق سیاست سازنده و بنیادکارانه دولت نقش مهم می‌بازند. گذراندن چنین فستیوال و نمایش‌های جمهوریوی نیز از این گفته‌ها منشأ می‌گیرد.